سلام خدمت دوستان عزیز. امروز اومدیم با ساختن اکانت برای اینکه اکتیویژن میخواد به ما سی پی رایگان بده و داخل یه ویدیو دیگه براتون میذارم که چطوری بتونید سی پی رو دریافت کنید با اکانت تازه ساخت. خب برای اولین کاری که میکنیم برای اکانت، روی این گزینه آخر کلیک میکنیم و بعد قسمت اولی باید جیمیلی که میخوایم رو وارد کنیم، هر چیز میخواد باشه، و قسمت پایینی باید پسوردش رو وارد کنیم، یعنی رمزی که میخوایم براش بذاریم. خب مثلا اینجا میزنیم، اینجا میبینیم پایینش یه علامت قرمز اومد، یعنی ارور داره میده که این جیمیل رو نمیتونی شما بذاری، یا حروفاش کمه یا حرفاش باید بیشتر باشه. و بعدش تش باید حواستون رو جمع کنیم که @gmail.com رو بزنید. اگه نزنید بازم یه اراره برای شما میمونه. من یک کلمه به حروفم اضافه کردم و میبینیم که شد، علامت رفت. و برای قسمت پایینی باید یه رمزی رو انتخاب کنیم که مثلا هر رمزی رو میتونید شما انتخاب کنید و این علامت ارور دوباره برای شما اومد. اینجا اگر نگاه دقت کنید نوشته باید 8 حروف یا 8 تا عدد باشه و توجه داشته باشین که باید به حروف انگلیسی بزنید. برای عکس گرفتن روی گزینه بغلش که مثل یک چشمه هست کلیک میکنید و برای اسکرین شات که جیمیل یادتون بمونه. و باید تش یه عدد هم داشته باشه که برای شما این ارور بره، حتما باید توش عدد به کار رفته باشه. خب در این قسمت پایینی باید شما ایران رو انتخاب کنید. ایرانم چون شما سرورتون ایران هست باید ایران رو انتخاب کنید، این گزینه. و پایینش این I'm not robot هم باید فعال کنید که من ربات نیستم. و این دو قسمت پایین رو هم هر دوتاش دارم تاکید میکنم، هر دوتاش باید فعال باشه. بعدش اون پایین گزینه زرد رو انتخاب میکنیم و داخل اکانت میریم. و یادم میرفت برای دریافت سی پی که اول ویدیو بهتون گفتم، دفعه دیگه ویدیوشو برای شما میذارم استفاده کنه و خیلی تعداد زیادی هم سی پی به شما نمیده، یا 10 تا یا هم 35 تا سی پی، کمترینشون هست 5 تا سی پی که بستگی به شانستون داره. براتون میذارم ویدیوشو تا ویدیو دیگه. خدا حافظ.